شما اپیزود 15 پادکست جانبک رو در خرداد ماه 1404 میشنوید. من کیوان حاجی محمودی، کارشناس فوریت‌های پزشکی، افتخار دارم که تو این روزهای سخت کنار شما باشم و 15مین اپیزود جانبک رو تقدیمتون کنم. برخلاف اپیزودهای قبلی که مخاطبان ما بیشتر همکاران اورژانس پیش بیمارستانی بودن، مطالب این اپیزود برای اطلاع، آگاهی و آرامش بخشی به عموم مردممون هست. شما میتونید این پادکست رو تو کانال تلگرام، کست باکس، شنوتو و تهران پادکست گوش بدید و با همون همراه باشید و به دوستان و افراد خانواده هم بگید که این اپیزود رو حتما گوش بدن. خب چند روزی از شروع جنگ میگذره، روزهایی که انگار هر لحظهش پر از نگرانی، ترس و ابهامه. تو مأموریت هم وقتی میام خونه هاتون یا وقتی کنار تخت یه مددجویی میشینم یا تو فضای مجازی پیام‌های پر از درد و امیدتون رو میخونم، حس میکنم قلبم با شماست. میبینم که چطور دارین با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنین، چطور هشدارهای تخلیه منازل دلتون رو میلرزونه، چطور بچه ها با چشمهای پر از سوال بهتون نگاه میکنن و بزرگترها، معلولین و خانم‌های باردار با نگرانی هاشون توی این روزها با همه وجودشون برای امید و آینده می جنگن. من امروز اینجام که با هم گریه ها و لبخند هامون رو تقسیم کنیم و از دل هم با خبر بشیم و راهی پیدا کنیم که توی این طوفان مثل یه فانوس راه خودمون و بقیه رو روشن کنیم. من امروز اینجام که با هم در باره این روزهای سخت حرف بزنیم، از دل همدیگه با خبر بشیم و راهکارهایی پیدا کنیم که محکم و امیدوار بمونیم. میخوام کنارتون باشم، نه فقط به عنوان یک امدادگر، بلکه به عنوان یکی از خودتون که مثل شما این روزها رو با همه وجودش لمس میکنه. میدونم که در این چند روز مطالب مختلفی رو در جاها و کانالهای مختلف دیده اید و خونده اید. امروز میخوام به صورت خلاصه و گذرا مشکلات این روزا رو برای 3 گروه مرور کنم. یکی افراد بزرگسال و عادی جامعه، دیگری کودکان و بعدی هم سالمندان و افراد معلول و خانم‌های باردار. این روزا انگار هر لحظه امتحان جدیده. صبح که چشممون رو باز میکنیم یه لحظه فکر میکنیم شاید همه چیز فقط یه خواب بد بوده، اما بعد با خبرهای تلخ و فکر صفهای طولانی نونوایی و پمپ بنزین دوباره به واقعیت برمیگردیم. مشکلات اقتصادی جلومون وایسادن، قیمتها گاهن بالا رفتن، مواد غذایی و داروها ممکنه به سختی پیدا بشن و حتی گاهی پیدا کردن یه بطری آب خودش یه ماجراجوییه. هشدار تخلیه منازل هم دلمون رو پر از ترس میکنه که اگه مجبور بشیم خونمون رو ول کنیم کجا بریم. نبود سرپناه امن انگار یه تیکه از امنیتمون رو ازمون گرفته. تو کوچه و خیابون شاید یه دفعه با یه مصدومی که داره ازش خون میره یا یه حادثه روبرو بشیم و ندونیم چیکار باید بکنیم. و از همه بدتر حس تنهاییه، حس این که آیا کسی به فکر ماست؟ کی صدامون رو میشنوه؟ این حس گاهی از همه دردها سخت‌تر و سنگین‌تره. برای مدیریت ترس و غلبه بر اضطرابمون بیایید روزامون رو به تیکه‌های کوچکتری تقسیم کنیم. به جای فکر کردن به یک ماه دیگه به امروز فکر کنیم و امروز رو ببینیم. صبح وقتی که از خواب پا میشیم یه نفس عمیق بکشیم، دستمون رو روی قلبمون بذاریم و به خودمون بگیم من امروز میتونم یه قدم کوچیک دیگه بردارم. برای خودتون چای درست کنید، به دوستاتون و خانواده‌تون زنگ بزنید و حالشون رو بپرسید و گوشه‌ای از خونتون رو مرتب کنید. این کارها بهتون این حس رو میدن که هنوز چیزهایی در دست شماست. اگر با این کارها هم اضطرابتون کنترل نشد، میتونید یک کاغذ بردارید و 3 چیزی که هنوز بابتشون میتونید خدا رو شکر کنید بنویسید. یه دوست خوب، یه سقف بالای سرتون،
یا حتی همین نفسی که میکشید. تو صف‌های نونوایی، پمپ بنزین یا فروشگاه‌ها بیایید به هم احترام بذاریم. اگر یکی عصبی با یه لبخند یا یه حرف آروم حالش رو بهتر کنیم. اگر یه بطری آب یا یه تکه نون اضافه دارید به یکی که دستش خالیه بدید. اگر میتونیم به هم کمک کنیم، نه به هم ضربه بزنیم. همین امروز یک کیف بحران آماده کنید. توی این کیف چیزهای ضروری زندگیتون رو بذارید. 2 تا بطری آب، چند تا کنسرو یا غذای خشک مثل خرما یا بیسکویت، یه پتوی سبک، چراغ قوه، باتری، مدارک مهم مثل شناسنامه و کارت ملی، وسایل کمک‌های اولیه مانند باند، چسب زخم، گاز استریل و داروهای ضروری به حداقل برای 2 هفته. این کیف رو جایی بذارید که همه اهل خونه بدونن کجاست. اگر سرپناه امنی هم ندارید، با همسایه‌ها، خانواده و دوستانتون صحبت کنید. شاید بتونید زیرزمین یا ساختمون محکم و امنی رو پیدا کنید. اگر با خونریزی روبرو شدید، یه پارچه یا تیشرت تمیزی بردارید و محکم روی زخم رو ببندید. اگر خون بند نشد، یه پارچه دیگه روش بذارید و فشار رو ادامه بدید. زخم رو بالا نگه دارید. مثلا اگر دستی زخمی، دست رو از سطح قلب بالاتر ببرید. اگه شکستگی دیدید، سعی نکنید استخوان رو جا به جا کنید یا جا بندازید. با یه تخته، یه چوب یا مقوا و یه شال یا روسری عضو ثابت نگه دارید و با اورژانس تماس بگیرید و یا خودتون مصدوم رو به بیمارستان برسونید. خواهشاً اینو بدونید که تو بیمارستان ها کادر درمان با سیستم تریاژ کار میکنن. یعنی اول به کسایی کمک میکنن که حالشون وخیم‌تره. پس اگر منتظر موندید، خونسرد باشید. تنهایی این روزا از هر چیزی سخت‌تره. یه سر به همسایتون بزنید، حالش رو بپرسید یا یه پیام ساده بدید و بگید که به فکرشونید. اگر میتونید توی محلتون گروه‌های کوچیکی درست کنید. اگر توی یه شغل ضروری مثل نونوایی، فروشگاه، رانندگی و یا حتی کارهای درمانی، خدماتی و امدادی هستید، بدونید که کار شما مثل یه شمع تو تاریکیه. با دل و جون کار کنید. هوای بقیه رو داشته باشید. اگه نونوایی هستید، یه لبخند به مشتری هاتون بزنید. اگه راننده اید، با صبوری راه رو برای بقیه باز کنید. این کارهای کوچیک حال هممون رو بهتر میکنه. بچه ها قلبشون مثل یه آینه زلاله. اونا ترس، اضطراب و حتی سکوت ما رو توشون میبینن. صدای آژیرهای هشدار، حرفهای نگران کننده بزرگترها یا حتی شلوغی صفهای نونوایی میتونه براشون مثل یک کابوس باشه. اونا نمیدونن چطور این همه احساس رو تو قلب کوچیکشون جا بدن. اگه زخمی ببینن یا بشنون که قرار خونه رو ترک کنیم، ممکنه حس کنن دنیا داره دورشون میچرخه. اگه بچه هاتون پرسیدن قرار چی بشه، زانو بزنید و تو چشاشون نگاه کنید و با صدای آروم و محکم بگید ما با هم هستیم و همیشه مراقب همدیگه هستیم. باهاشون بازی کنید، نقاشی بکشید و براشون قصه هایی بگید که تهش همه چیز خوب تموم میشه. کارهایی باهاشون تو خونه انجام بدید که حواسشون از ترس پرت بشه. به بچه ها یاد بدید که به اشتراک گذاشتن یک کار خصلت قهرمانان است. اگر یه بیسکویت یا یه شکلاتی دارن، بگید بیا نصفش رو به دوستت بدیم. ببینید چقدر خوشحال میشن. بذارید تو کارهای کوچیک کمکتون کنن. این کار بهشون حس میده که دارن یه کار بزرگی رو انجام میدن. به بچه ها با زبان ساده بگید که کیف بحران چیه. مثلا بهشون بگید که این کیف مثل کوله سوپرمنه، همه چی توشه که ما رو قوی نگه میداره. بذارید یه اسباب بازی کوچیک یا عروسکشون یا یه نقاشی که خودشون کشیدن رو تو کیف بذارن. با این کار حس امنیتشون بالا میره. اگه قرار جایی برید، بگید ما داریم ماجراجویی کوچولو رو شروع میکنیم، تو هم کمکمون کن. اگه بچه ها یه زخمی دیدن و ترسیدن، دستشون رو بگیرید و بگید
من میدونم چیکار کنم، تو فقط کنارم باش و کمکم کن. یه کار ساده مثل دادن یه بطری آب جهت شستشوی زخم میتونه حس مفید بودن بهش بده و آرومش کنه. اگر باز هم کنجکاو شدن، با زبون ساده بگید که این یه زخمه، ما داریم درستش میکنیم. مثل وقتی که زانوت زخم میشه و با هم روش چسب میزنیم و بعد خوب میشه. بچه‌ها عاشق اینن که حس کنن مفیدن. بذارید تو کارهای کوچیک مثل جمع کردن پتوها، مرتب کردن وسایل و یا حتی گفتن یه قصه برای بچه‌های دیگه کمک کنن. به بچه‌ها بگید که داری مثل یه قهرمان به ما کمک میکنی. بزرگترهامون، معلولین عزیز و خانم‌های باردار توی این روزا انگار بارشون از همیشه سنگین‌تره. سالمندها با اون همه تجربه و حکمت گاهی حس میکنن صداشون به جایی نمیرسه. افراد معلول ممکنه حس کنن که توی این شلوغی نیازهاشون دیده نمیشه و خانم‌های باردار با اون همه امید و نگرانی برای بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد گاهی نمیدونن که چطور با این همه فشار کنار بیان. مشکلات موجود، کمبود دارو یا دسترسی سخت به خدمات درمانی براشون خیلی سنگین تره. هشدارهای تخلیه انگار قلبشون رو فشرده میکنه، چون تحرک کمتری دارن یا نیازهای ویژه‌ای برای جابجایی دارن. اگر یه حادثه‌ای مثل خونریزی پیش بیاد، شرایطشون پیچیده تر میشه، چون ممکنه داروهای خاصی مصرف کنن یا حالشون و وضعیت جسمیشون حساس تر باشه. سالمندا ممکنه حس کنن فراموش شدن. کنارشون بشینید، دستاشون رو بگیرید و بگی شما ستون خونمونی، ما بهت نیاز دارم. ازشون بپرسید قدیما تو روزهای سخت چیکار میکردید. این سوال بهشون حس ارزشمندی میده. برای معلولین مطمئن بشید که صداشون شنیده میشه. بپرسید که چی لازم داری، من اینجام. برای خانم‌های باردار یه گوش شنوا باشید. بگید که ما مراقبتیم، تو فقط به خودت و کوچولوت فکر کن. مطمئن بشید که نیازهای اولیه‌شون تأمینه. برای سالمندا چک کنید که داروهاشون مثل قرص‌های فشار یا دیابت به اندازه کافی در دسترسشون باشه. یه لیست از داروهاشون تو جیبتون داشته باشید. برای معلولین مطمئن بشید مسیر حرکتشون امنه. مثلا اگر ویلچر دارن، راه پله ها براشون دردسر نشه و خانم‌های باردار هم یه جای راحت برای استراحتشون فراهم کنید. یه دوشک یا یه بالش اضافی اگر خودتون نمیتونید از همسایه ها و یا دوستان کمک بگیرید که مراقبشون باشن. کیف بحران رو جایی بذارید که اونها هم به راحتی بهش دسترسی داشته باشن. برای سالمندا و معلولین وسایل ضروریشون مثل عینک، عصا، ویلچر و سمعک رو نزدیکشون نگه دارید. برای خانم‌های باردار یه بطری آب و میان بعدهایی مثل خرما یا پتوی سبک تو کیف داشته باشید. یه نفر رو مسئول کنید که تو موقعیت‌های بحرانی حواسش بهشون باشه. سالمندا و معلولین ممکنه داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین مصرف کنن که خونریزی رو خطرناکتر میکنه. اگر در این افراد خونریزی دیدید، سریع فشار بدید و زخم رو ببندید. برای خانم‌های باردار اگر احساس درد غیرعادی، سرگیجه و یا هر حالت غیرعادی دیگه‌ای داشتن، بدون معطلی به مرکز درمانی مراجعه کنید. تو بیمارستان ها هم صبور باشید، چون گفتیم بیمارستان ها اول به بیماران بدحالتر کمک میکنن. یه گپ ساده با سالمندا میتونه حالشون رو بهتر کنه. ازشون بخواید یه خاطره قدیمی تعریف کنن یا بگید وجود شما به ما امید میده. به معلولین یادآوری کنید که عضوی از خانواده و جمعتونن و با خانم‌های باردار هم با کلمات محبت آمیز صحبت کنید. ما کادر درمان تو اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان‌ها کنارتونیم که شما توی این روزها حس تنهایی نکنید. قول میدیم تو بدترین لحظات هم کنارتون باشیم و بهتون کمک کنیم، اما شما هم با صبوری و همکاریتون به ما کمک کنید. تو بیمارستان‌ها حتما نوبت رو رعایت کنید و به افراد دیگه کمک بدید. اگر منتظر هم موندید، بدونید که این انتظار شما برای نجات جان دیگر آدم هاست.
آینده نامعلومه اما قلبمون روشنه. هیچ کس نمیدونه این روزها تا کی ادامه دارن. این حقیقت مثل یه تیغ رو قلبمونه. اما یه چیز از این حقیقت قشنگتره. ما با هم یه خانواده ایم. هر لبخند، هر دست یاری، هر لحظه که به هم فکر میکنیم مثل یه فانوس در دل یه شب تاریک میدرخشه. و اما حرف آخر، اگر توی یه شغل ضروری کار میکنید با دل و جون کار کنید. کار شما مثل یه ستاره تو آسمون این روزاست. اگر حالتون خوب نیست با یکی حرف بزنید. اگر میتونید به یکی کمک کنید، حتی یه لبخندتون رو هم دریغ نکنید. این کار مثل بذرهایی که تو دل خاک کاشته میشه و یه روز یه باغ قشنگ میسازه. ما با هم هستیم و این بزرگترین قوت قلبمونه. تا اپیزود بعدی همه شما رو به سلامت و آرامش می سپارم. بدرود.